بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک ما درس‌های خود را به عون الله تعالی دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف زده نمی‌توانند. من الجزء الاول، از قسم یکم. درس امروزی ما الدرس السادس، یعنی درس ششم. اکنون موضوع درس ششم از چی عبارت می باشد؟ موضوع درس ششم مانند موضوع درس یکم می باشد، فقط از جهت جنس فرق می کند. یعنی ما در درس یکم گذاشتیم که هذا اسم اشارت گفتیم، یعنی که در اینجا ها حرف تنبیه هست. هذا اسم إشارة مبني على السكون للمفرد القريب المذكر گفتیم، للعالم وغير العالم. هذه باشد ها حرف تنبيه، ذه اسم إشارة للمفرد المؤنث القريب العالم وغير العالم. این هم مانند همان، فقط برای جنس زنانه آن را استفاده برده می شده است. فهمیدم؟ بارک الله فیکم. مانند همون هذا فقط از جهت جنس فرق می کرده است. چند مثال ها ذکر می کند برای عالم. هذه خدیجه، هذه بنت، هذه اخت المهندس، یعنی این خدیجه است، این دختر است، این خواهر مهندس است. برای غیر عالم یا که غیر عاقل، اگر برای غیر الله استفاده برده شد، یعنی هذه سیاره، این نقلیات است. هذه مکواه، این درزمال است. هذه دراجه انس، این دوچرخه انس است. امثله اخرى، دیگر مثال ها. هذه اذن و هذه عین، این گوش است و این چشم است. هذه ید و هذه رجل، این دست است و این پای است. هذه ملعقه و هذه قدر، این چمچه است و این دیگ است. هذه انف و هذه فم. خطا گفته شده، زیرا انف و فم اینها مذکر می باشند. هذا انف و هذا فم صحیح. یک چیز را گفتنی هستم آید عضوهای بدن. عضوهای بدن آن عضوهایی که طاق می باشند و اینها مذکر می باشند، و آن عضوهایی که جفت می باشند و اینها مؤنث می باشند. مثلا از بس که دو تا چشم است، چشم چی میشد؟ مؤنث می باشد. هذه میگویند در وقت اشاره کردن. دست همین چونین. هذه ید. پای هم همین طور. حتی کتف هم. مثال هر چی که هر عضوی که در انسان دو تایی هست، آن را با مؤنث اشاره میکنم. اکنون یک چیزی مهم را آید این درس ما مجبوریم که گفته گذاریم درباره مؤنث، برای خاطر آنکه ما در اینجا چند نمود مؤنث ها را دیده ایستادیم. مثال هذه خدیجه میگویند مؤنث میباشد. این کدام نوع مؤنث است باید که ما دانیم. خب، و هذه سیاره میگویند نقلیات. چرا این مؤنث بوده است؟ ما مؤنث گفته چرا میفهمیم؟ یعنی مادینه باشد. اگر مثلا خدیجه معلوم است که مادینه است، اما سیاره برای چی این مادینه میشده است؟ اینو فهمیدن در کار. خب،
علامت تانیث مثال در اونجا تا میبینیم در سیاره هم تا دیده ایستادیم، اما از جهتی معنایی که عالم و غیر عالم بینیم فرق میکنه بین هر دو. و همچنین بنت یعنی این هم مؤنث بوده است، معناشو میفهمیم که بنت گفته دختر میگویند، لیکن علامتی تانیث ندارد. این کدام نمود مؤنث میباشد؟ همچنین مثال عین، اذن، ید، رجل اینها هم مؤنث بودن. برای خاطر اینها را با پرگی فهمیدن، حتی در اینجا صاحب کتاب بغیر از این چند از یعنی که لفظهای مؤنث را ذکر نکرده است. فهمیدید؟ مثال زکریا نگفت، زکریا هم یعنی که مؤنث میباشد، اسم مؤنث میباشد. مثال اسماء، مثال خب همین خیلی و دیگر نمودش. بنابراین باید که ما یک موضوعی نداره آیدی یا که در برابر هذه که برای ما کم است، لیکن هذه ما را وادار کرده ایستاده است، ما را مجبور کرده ایستاده است که ما باید که فهمیم کدام اسمها را ما هذا گفته اشاره میکنیم و کدام اسمها را هذه گفته اشاره میکنیم. برای این باید که ما دانیم که الاسم نوعان، یعنی یا که به دیگر تعبیر کنیم همچون موضوع گذاری کنیم همین درس رو در برابر هذه میتونیم گفتن که موضوع این درس المذکر و المؤنث، یعنی مذکر و مؤنث، جنس مردانه و جنس زنانه. بنابراین میگویند که الاسم نوعان، اسم دو نوع است. مذکر یکی از این دو نوع اسم مذکر بوده است که یصح الاشاره الیه بهذا، یصح الاشاره الیه بهذا، یعنی اسم مذکر اون اسم را مینامند که با هذا اشاره به او کردن درست می آید، یعنی اون همون اسم را، اسم مذکر ما اگر به هذا اشاره کنیم یصح، درست می شود. برای این مثال از قرآن می آریم، زیرا مرام و مقصدی ما و شما از آموختن صرف و نحو و دیگر قواعدی که به زبان عربی سر و کاردار می باشد، مقصد ما و شما یعنی که قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم را فهمیدن است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. بنابراین هرچی توانیم از کتاب الله و از سنت های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثال آریم، این برای ما خوبتر می شود. بنابراین مثال می توانم که سیم سمو بر رقم میگیم 114 سوره قرآن، سیم سوره 51 آیت را اگر مثال آریم، در آنجا یک مثال عجیبی را ما میبینیم، آیدی همین موضوع هذا صراط مستقیم، هذا صراط مستقیم، یعنی این راه راست است. در اینجا فهمیدیم که بعد هذا صراط آمده ایستاده است. معلوم میشد است که صراط چی بوده است؟ اسم مذکر بوده است. بنابراین مذکر یصح الاشاره الیه بهذا، یعنی اسم مذکر اسم بوده است که به هذا اشاره کردن چی صحیح و درست می شود. هذا صراط مستقیم. نعم. او مؤنث، یا دویم نوع اسم هست که وی را مؤنث می نامند. فهمیدید؟ یصح الاشاره الیه بهذه، با هذه و او اشاره کردن صحیح می شود. وقتی که ما به هذه با او اشاره کردن صحیح می شود گفتیم، معلوم میشه که اگر مبادا به هذا اشاره کنیم خطا می شود. چه خیلی که اسم مذکر رو به هذه اشاره کنیم چی می شود؟ خطا می شود. بارک الله فیکم. بنابراین 29 سوره از 114 سوره قرآن آیت 64 را نگاه میکنیم که الله تعالی گفته است
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. این زندگانی دنیا بجز بازی و شوخی هیچ چیز نیست. این زندگانی دنیا بجز یعنی که شوخی و بازی چیز دیگر نیست. حیات دنیا همین طور است. در اینجا ما میبینیم بعد از هذه الحیات آمده ایستاده است. معلوم میشده است که الحیات چی بوده است؟ اسمی مؤنث بوده است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. اکنون چیزی مهمی را گفتنی هستیم. خب وللتأنیث ثلاث علامات تظهر في آخر الاسم. برای اسم مؤنث 3 علامت است که در آخر اسم این 3 علامت چی؟ یکی هر کدام از این علامات ظهور میگردند، نمایان میشود که به وسیله یا که به واسطه این علامات ما میدانیم که این اسم چی بوده است؟ اسم مؤنث بوده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نعم. الاولى یعنی علامت یکم التاء المربوطه، تای مربوطه میگویند یا که تای مدوره هم میگویند، تای دوره. فی مثلا آیید این یک مثال میارم از دوم سوره، البته یعنی که سوره بقره، یکم فاتحه باشد دوم بقره است. سوره بقره یعنی که سوره دوم آیت 261 را نگاه میکنیم که الله سبحانه و تعالی فرموده است فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه یعنی خوشه گندم 100 تا دانه است. خب در اینجا سنبله چی بوده است؟ مؤنث بوده است، همه خیلی است، زیرا در آخرش چی دارد؟ التاء المربوطه دارد. الثانیه دوم الالف المقصوره، الف مقصوره میگویند. فهمیدید؟ الف مقصوره. برای این مثال میارم از قرآن، از سوره 87 نهم آیت، سوره 87 نهم آیت الله تعالی فرموده است که فذکر این نفعت الذکرى. فذکر یعنی پند بده، هشداری بکن. البته اگر یعنی که هشداری کردن نفع رسانیده باشد. اگر یعنی که پند دادن یگون نفع برسانه، در این حین باید که تو چی پند را قطع نگردانی. فهمیده؟ در اینجا الذکرى چی می باشد؟ در اینجا بارک الله فیکم الذکرى چی می باشد؟ مؤنث می باشد. فهمیده؟ در اینجا الذکرى مؤنث می باشد. برای چی؟ زیرا اینکه الذکرى در آخرش ما می بینیم الالف المقصوره، الف مقصوره. الف مقصوره گرچنده که به صورت یا هم نوشته شود، اعتبار مقابل حرکت مقابلش می باشد. الف مقصوره آن الف را می نامند که مقابلش حرف حرکتی فتحه دار می باشد. فهمیدید؟ خب الثالثه سیم الالف الممدوده، الف ممدوده میگویند. برای این مثال آیت سوره 69 آیت 16 را نظر میکنیم. الله سبحانه و تعالی فرموده است و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. و انشقت السماء یعنی آسمان پاره می شود، بس او در آن روز ضعیف می شود. فهمیده؟ در اینجا السماء چی مؤنث می باشد، زیرا در آخرش چی دارد؟ در آخرش الف ممدوده دارد. السماء این الف چی می باشد؟ الف ممدوده می باشد. بارک الله فیکم. نعم. فهمیده ده؟ بعدا می فرماید
بعدا فرموده استاد است که خب السماء چی بوده است؟ این الف مقصوره دارد، مؤنث بوده است. بعدا گفته یا میگویند که اصل الاسم ان يكون مذكرا لانه لا يحتاج الى علامه تدل على تذكيره. یعنی اصل اسم باید که مذکر باشد، چون که اسم مذکر احتیاج به یگان علامت نمی باشد که دلالت به مذکری او کند. یعنی احتیاج به یگان علامت نمی باشد که چه و علامت به دلالت کنه به چه؟ به مذکری او. و هو نوعان، دو نمود مذکر می باشد، دو نمود مذکر می باشد. نعم. الاول يكون مذكر حقيقي، يكون نمود مذكر حقيقي است که يدل على ذكر من الناس والحيوان. مذكر حقيقي دلالت بر نرینه میکند، خواه از جنس مردان باشد و خواه از حیوان ها باشد. خیلی که الله تعالی در سوره 11 در آیت 78 فرموده است الیس منکم رجل رشید، مگر از میان شما یگان مردی با عقل با فراست، یعنی که بالغ نیست. در اینجا یعنی که رجل چی می باشد؟ اسم مذکر می باشد. فهمیدید؟ الثاني دوم مذكر مجازي، مذكر مجازي میگویند يدل على اشياء تتبع قاعده الاصطلاح. یعنی مذکر مجازی آن مذکر نامند که دلالت به چیزهایی میکند که و چیزها تابع قاعده اصطلاح میباشند. تابع قاعده اصطلاح آن است که یعنی چی خیلی که انا اسم مذکر حقیقی را با اسم اشاره مذکر اشاره کرده می شود، با ضمیر مذکر مثال گیرم چه مثال خطاب کرده می شود یا که استفاده برده می شود به جای اون. این را نیز همین طور چه به همین قاعده استفاده برده می شود. یعنی به دیگه تعبیر آسانتر گوییم چخیلی که مذکر حقیقی را با اسم اشاره هذا اشاره میکنن، مذکر مجازی را نیز همین طور اشاره میکنن، زیرا مذکر مجازی مثال تابعی همین قاعده ها میباشد. برای چه در اینجا نمیگویم که این دلالت به نرینه میکنه، زیرا که در اینها آخر نرینه و مادینگی نیست. فهمیدید؟ مثلا اسم مذکر مجازی 48 سوره آیت 27 الله سبحانه و تعالی می فرماید که لتدخلن المسجد الحرام، یعنی شما وارد مسجد الحرام می شوید. شما وارد چی می شوید؟ مسجد الحرام. در اینجا المسجد الحرام اینها اسمای چی می باشند؟ مذکر مجازی می باشند که تابع قاعده اصطلاح می باشند. نعم. اکنون چیزی مهم را نیز در برابر اینها گفتنی هستیم که یقسم المؤنث فی نوعیته الى قسمین. یعنی مؤنث در برابر یعنی که همون نوعی مؤنث بودنش با چه به دو قسم تقسیم می شود. فهمیدید؟ یعنی کدام نوعی که نباشد خود در آخرش توی چی داشته باشد، توی مربوطه داشته باشد و هاکذا، یعنی عموما مؤنث با تمام نوعهایش به دو قسم تقسیم می شود. مثلا الاول مؤنث حقیقی يدل على انثى من الناس والحيوان. مؤنث حقیقی میگویند که این دلالت به مادینه میکند که در مقابل نرینه میباشد، از جنس مردان باشد و از حیوانات. مثلا الله تعالی در سوره 4 در آیت 23 فرموده است که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، به شما ازدواج کردن
مادرهایتان و دخترهایتان را حرام گردانیده شد. در اینجا امهات یعنی و بنات یعنی بنت را چه مؤنثی حقیقی نامیده می شود که اینها از اسمهایی هستند که مثال دلالت به مادینه می کنند از جنس مردان. خب الثاني دوم مؤنث مجازي يدل على أشياء تتبع قاعدة الاصطلاح. دوم مؤنث مجازی میگویند که این دلالت به چیزهایی میکند که و چیزها تابع قاعده اصطلاح میباشند. به دیگر تعبیر گوییم به هر اسم اشاره که مؤنث حقیقی را اشاره کرده میشود اینها را نیز همین طور با مؤنثی چه با اسم اشاره مؤنث چه اشاره کرده میشود. مثلا هذه باشد دیگر برای یعنی مؤنث حقیقی، برای مؤنث مجازی نیز همین طور هذه میگویند. مثلا الله تعالی در قرآن در سوره 6 در آیت 78 میفرماید که فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هنگامی که آفتاب را دید که نمایان شده ایستاده است پیدا شد گفت که البته این چه گفت که این پروردگار من است، گفت که این پروردگار من است. در اینجا از شمس چی می باشد؟ مؤنث می باشد. کدام نوعی مؤنث؟ مؤنث مجازی می باشد. بعدا وبالنسبة إلى علامات التأنيث يقسم الاسم إلى 3 أقسام. و نسبت به علامت های مؤنث یعنی همون علامت های مؤنث را اگر نسبت داده نگاه کنیم اسم را به 3 قسم تقسیم می شود یا که تقسیم کرده می شود. نه یکم مثلا الاول مؤنث لفظی از جهتی علامتش اگر نگاه کرده تقسیم کنیم مؤنث را. مؤنث لفظی میگویند که و هو مذکر فیه علامت تأنیث و اساسا مذکر می باشد که یعنی اسم مردانه می باشد که در و علامت زنانه را دیده می شود. چه که الله تعالی در سوره 3 یعنی آل عمران در آیت 37 فرموده است که و کفلها زکریا ویرا زکریا به کفالت گرفت. ویرا یعنی مریم را زکریا به کفیلی خود گرفت. الثاني مؤنث معنوي مؤنث معنوي میگویند و هو مؤنث يخلو من علامة تانيث. یعنی مؤنث معنوی این اساسا اسم زنانه می باشد که فقط از علامت زنانگی یا که علامت تانیث خالی می باشد. خیلی که الله تعالی در قرآن در 3 سوره یعنی آل عمران در آیت 42 فرموده است که یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی. ای مریم البته الله تو را برگزید و تو را پاکیزه گردانید. در اینجا مریم مؤنث معنوی می باشد زیرا این مؤنث می باشد که از علامت تانیث خالی است. الثالث مؤنث لفظی مؤنث لفظی میگویند و معنوی معه و در برابر لفظی بودنش معنوی نیز می باشد و هو مؤنث فیه علامت تانیث. این یعنی اسم زنانه می باشد که در او علامت تانیث را دیده می شود. خیلی که الله تعالی در قرآن در سوره 26 در آیت 155 فرموده است که هذه ناقة لها شرب. هذه ناقه این ماده شتر است که از آن او حق نوشیدن است. خب در اینجا ناقه مؤنث لفظی و معنوی می باشد. خب بعدا یک قاعده دیگر را نیز علما ذکر میکنند میگویند که و یستدل علی تانیث ما لا علامت فیه ظاهرة بعود الضمیر الیه مؤنثا. یعنی دلیل میگیرند به مؤنث بودن آن اسمی را که در وی علامت ظاهری مؤنثی را دیده نمی شود با
با برگردانیدن ضمیر را مؤنث کرده به سرش. یعنی بعضی اسمهایی هستند که مثال علامت مؤنثی ندارند و ویها را طریق شناختنشان از آن عبارت می باشد که ضمیری که راجع به اونها می باشد مؤنث شده برمیگردد. مثلا العین کحلتها، یعنی چشم را من سرمه زدم یا که سرمه کردم یا که سرمه مالیدم، سرمه کشیدم چشم را، یعنی که کحلتها همونها راجع به چشم می باشد. نعم. و برد تای الیه فی التصغیر، و همچنین با برگردانیدن تا به چنین نوعی مؤنث در حین فی التصغیر، در وقتی تصغیر کردن، یعنی که وقتی رو منشیتن فرمش میگن شکل یعنی که کوچک و را قرار میدهند تا بر میگردد، یعنی تای زنانه بر میگردد، یعنی نشانه زنانگی در او پیدا میشه، نشانه تانیث. مثال گیریم کتف کتیفه میگویند، عین عینه میگویند. نس بارک الله فیکم. هرچی که لازم بود برای دانستن. نه آیدی مؤنث و چه مذکر. اکنون بارک الله فیکم برای ما چی من گفته است که الجمله الاسمیه، جمله اسمیه، این را نیز گفته گذاشتن ما ضرور می آید. بارک الله فیکم. می فرماید که خود صاحب کتاب الجمله الاسمیه تتكون من كلمتين تفيدان معنى تاما مفيدا وتسمى جمله مفيده. جمله اسمیه از دو کلمه تشکیل می شود که معنای تام و فایده بخش را به وجود می آورند و این را جمله مفیده نیز نامیده می شود. جمله مفیده آن جمله را میگویم که معنای او به پرگی چه رسیدگی باشد، معنای او پره شدگی است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. چند مثال ها ذکر میکند که محمد طالب، محمد دانشجوی است، فاطمه طالبه، فاطمه دانشجوی دختر است. الباب مغلق، در رست است. النافذه مفتوحه، تیرزه کشاده است. المندیل وسخ، روی مالچه غاجد است، چرکین است. القهوه لذیذه، قهوه با لذت است. هو مسلم، وی مسلمان است. هی مسلمه، وی مسلمه است. ذلك قمر، وی که آن ماه است. تلک شمس، آن آفتاب است. بینه در اینجا قمر که مذکر می باشد، ذالک با اسم اشاره بعید مذکر کرده نشان داده شد. شمس که مؤنث می باشد با تلک، چونکه اینها از مؤنث های مجازی می باشند که تابع قاعده چی اصطلاح می باشند. حقیبت من هذا خطا گفته شده، زیرا که مادامی که حقیبه مادامی که مؤنث می باشد، هذا هم باید که مؤنث شود. صحیحش چی خیلی می شده است؟ حقیبت من هذه. الغرفة مفتوح خطا آمده است. الغرفة مفتوح، زیرا مبتدا مذکر باشد مذکر میشد، خبر مؤنث باشد مؤنث باید شود خبر. الغرفة مفتوحه برای من درست آمد. محمد طالب، محمد مبتدا، طالب خبر. تلک شمس، تلک مبتدا، شمس خبر. یعنی که برای آن دو تا مثال آورد که مبتدا مذکر باشد خبر هم مذکر می شود و اگر مؤنث باشد نیز مؤنث می شود هر کدامه. خلاصا یک موضوع دیگر می باشد که درباره مبتدا و خبر معلومات خیلی هم کوچک و کم داده است. بارک الله فیکم. اگر پرسند که مبتدا چیست، ما باید که قاعده را از بر دانیم که المبتدا هو الاسم المرفوع العاری عن العوامل اللفظیه. مبتدا اسم مرفوع است که از عامل های لفظی خالی می باشد. یعنی مبتدا اسم می باشد، فعل نمی شود، حرف نمی شود، مرفوع است گفته منصوب و مجرور نمی شود. خب اکنون همون مرفوع شدنش به خاطر یگون عامل لفظی نیست، یعنی در سری او یگون عامل ندار آمده است که ما گوییم که به طفیل این و آن عامل این مرفوع شده است. بس اگر گویم که
در وقت اعراب کردن بس ما یعنی مرفوع به سبب چی میگیم؟ مثال مجرور بمن میگویم، یا که مرفوع لانه فاعل گفته سببش رو میگیم. در وقتی سبب گذاری کردن این مبتدا ما چی گفته میتوانیم؟ ما میگیم که مرفوع و علامت رفعه ضمة ظاهرة على آخره، یا که مرفوع بالابتداء میگویند. فهمیدید؟ مرفوع بالابتداء یعنی به سبب مبتدا بودنش یا که آغاز شدنش یعنی که مرفوع شده است. معلوم شده است که عامل مبتدا عامل لفظی نبوده است و عامل معنوی بوده است. بارک الله فیکم. اکنون خبر چیست؟ و الخبر هو الاسم المرفوع المسند الیه نحو قولك زید قائم و زیدان قائمان مثلا و زیدون قائمون و هكذا. خلاصه خبر هم اسم بوده است، مرفوع بوده است، همون گویم مبتدا، فقط المسند الیه این فقط یعنی که تکیه به چی دارد؟ به مبتدا دارد. فهمیدید؟ خب یعنی پرکننده جوابگوی اسم مبتدا می باشد. فهمیدید؟ تا مبتدا را خبرش رو ذکر نکنه جمله پر نمی شود. مثلا میگن که زیدون قائم میگویند، زید مبتدا است و قائم خبر، از زیدان مبتدا است و قائمان خبر میشه، زیدون مبتدا است و قائمون خبر میشد. فهمیدید؟ و میگویند که و المبتدا قسمان ظاهر و مضمر. مبتدا با در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شود. مبتدای ظاهر میگویند و مبتدای هست که مضمر یعنی که از ضمیر تشکیل می شود. فهمیدید؟ فظاهر ما تقدم ذکره، ظاهر یعنی که همون مثال های را که مثال ذکرشان را گفته گذاشتیم الان. و مضمر 12 مبتدایی که از ضمیر تشکیل می شود 12 تا می باشد که مثال می توانیم از غایب سر کرده که هو هما هم هی هما هن انت انتم انتم انتی انتم انتن انا نحن. فهمیدید؟ مثلا انا قائم نحن قائمون و مانند اینها. و چیزی مهم دیگر را ذکر کرده می شود که والخبر قسمان، با خبر در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شود، مفرد و غیر مفرد. می شود که خبر نامش مفرد باشد، می شود که خبر نامش چی باشد؟ غیر مفرد باشد. اکنون یعنی که فالمفرد نحو زید قائم یعنی خبری مفرد مانند زید قائم. در اینجا قائم چی می باشد؟ مفرد می باشد. اساسا مفرد گفته خبری مفرد کدام خبر را می گویند؟ یعنی ما لیس جملتا ولا شبه جمله، هر خبری که از جمله تشکیل شدگی نباشد و از شبه جمله تشکیل شدگی نباشد غیر خبری مفرد می گویند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و غیر مفرد و غیر المفرد اربعه اشیاء. غیر مفرد 4 چیز را میگویند که اینا همش اکنون در درس آمدن میگیرن. برای ما مجبور هستیم که در یک درس عذاب هم کشیم اینها را همش یک جای ذکر کنیم که آینده راحت کنیم گفته. مثلا کدام خبر غیر مفرد می شود؟ الجار و المجرور، وقتی که یعنی جار و مجرور شده باشد خبر و ظرف شود خبر و الفعل مع فاعله، فعل همراه فاعلش و المبتدا مع خبره، وقتی مبتدا همراه خبرش هر دو یک جایه شده خبر برای مبتدا شوند، در اون حین چه خبر غیر مفرد می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نعم. برای این یعنی چند مثال های را ذکر میکنیم، چند مثال های را ذکر میکنیم. خب معلوم است که خبری غیر مفرد دو قسم شده است، جمله و شبه جمله. جمله و شبه جمله کدام وقت یعنی که شبه جمله می شود خبر وقتی که خبر غیر مفرد می شود یعنی که از دو چیز باید تشکیل شود، یا که جمله باشد یا که شبه جمله باید شدنش در کار است. و جمله اساسا در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شود، دو نمود جمله می باشد.
جمله اسمیه میگن، جمله فعلیه میگن. جمله اسمیه آن جمله را میگن که به اسم آغاز میشود، مانند مثال زیدون جاریته ذاهبه، زید خادمه او روانده است. یا که مثلا جمله هست که جمله فعلیه میگویند، این آن جمله می باشد که به فعل آغاز میشود. مثلا میگویند که زیدون قام ابوه، زید پدرش برخیست. و شبه جمله نیز در نوبت خود دو خیل می شود. مثلا می شود که الجار و الجار مجرور باشد یا که ظرف باشد. مثال جار مجرور مثلا زیدون فی الدار میگویند، در اینجا زید مبتدا است و فی الدار جار مجرور چی می باشد؟ خبر غیر مفرد می باشد، زیرا که شبه جمله است. اگر گویم که زیدون عندک، در اینجا زید مبتدا است، عندک خبر می شود ظرف، یعنی که غیر مفرد، چون شبه جمله شده است، چون که از ظرف عبارت می باشد. خلاصه اگر گیریم همین خلاصه هر چیزی که تو اینجا گفتیم، خبر به همین تمام تفصیلاتش 5 نمودی خبر می شده است. خبر می شده است که مفرد باشد، و جمله اسمیه می شود که جمله اسمیه باشد، و جمله فعلیه می شود که جمله فعلی باشد، و جار و مجرور می شود که جار مجرور باشد، و ظرف می شود که از ظرف عبارت باشد. بارک الله فیکم. این است یعنی که معلومات میانه آید مبتدا و خبر. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.